ماشینسازان صنعت عطاملک، خالق یک اثر بی‌رقیب. سلام. صحبت امروزمون در مورد قالب‌های مازاد و قالب‌هایی که روی دستگاه به شما تحویل میدیمه. ببینید شرکت ما تمام ماشینکاری‌های یک دستگاه رو با ماشین‌آلات CNC ماشینکاری میکنه. خب قالب‌هایی هم که روی دستگاه میده دقیقاً همینطوریه و این برای مشتریان و خود ما بسیار پر اهمیته. چند تا مزیت درباره این کار بهتون میگم. مورد اول اینه که وقتی یه قالب لوله با ماشین‌آلات CNC ماشینکاری میشه، قوس اون قالب دقیق رعایت شده و زمانی که روی دستگاه میشینه 50% قوس رو کامل پوشش میده، پس دچار تخم مرغی شکل شدن نمیشه. مورد دوم اینه که اندازه ها دقیق و استاندارد رعایت میشه. مورد سوم اینه که نشیمنگاه قالب ها دقیقاً استاندارد رعایت میشه و زمانی که روی دستگاه میشینه بالا و پایین نیست و کاراتون رو پیچیده و تابدار نمیزنه. مورد چهارم اینه که قالب ها دقیقاً شبیه هم میشن و مورد آخر اینه که وقتی شما قالبی رو به صورت سفارشی به ما نقشه ارائه میدین، ما طبق همون نقشه براتون ماشین کاری میکنیم. مثلا قالب هایی به شکل بیضی یا به عبارتی مستطیل زاویه دار و این دقیقاً طبق همون نقشه شما برای شما ماشین کاری میشه. حالا اگر قالب ها کوچک باشن، خب با دستگاه تراش CNC ماشین کاری میشن و اگر قالب ها بزرگ باشن مثل قالب های 5 اینچ 6 اینچ 8 اینچ 10 اینچ و 12 اینچ با فرز 4 محور ماشین کاری میشن. ممنون.